با درود به بینندگان بینیت گرامی، ساعت به وقت پراگنده هست و من شعله گلخواجه با چند خبر از تاجیکستان و جهان بازم در خدمت شما عزیزان هستم. سپاس میگویم که ما رو همراهی میکنید و یادتون نرود که برنامه خبری داریم 3 ساعت پس تقدیم شما میشود در بخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب. طبق پیشگویی بانک جهانی سال جاری میزان کمبیزاتی در تاجیکستان میتواند بالا رفته 26.5% را تشکیل بدهد. در گزارش پیش بینی شده است که در 2 سال آینده سطح کمبیزاتی در مقیاس کشور کمتر می شود ولی نه مثل پیشتر. بنا به اطلاع بانک جهانی در اوج پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان از هر 5 خانواده 2 تاش گفتند استعمال غذا را کمتر کردند. این نشان داد نسبت سال 2019 به مراتب بیشتر بوده است. 20% اویله ها گفتند که نتوانستند یاری طبی بگیرند و تا ماه آگوست تنها 5% ابراز داشتند که از جانب دولت یاری را دریافت کردند. در این راستا بانک جهانی میگوید که تاجیکستان باید برای حفظ کمبیزاعتان سیاست نو را پیش بگیرد، از جمله کمک به خانواده های دارای کودکان خردسال، دستگیری بیکاران توسط پیشنهاد امتیازها و جستجوی کار، هوسمندگردانی صاحبکاران خردمیانه و بهتر کردن دسترسی به خدمات طبی از توصیه‌های بانک جهانی به حکومت کشور می باشد. دوستانی، نویه رشت قضیه دزدیده شدن طلبه صنف 11 مکتب تهران را مورد تحقیق قرار داده است. بعد نوپدید شدن دختر 17 ساله در نویه رشت، کارمندان میلیسا معلوم کردند که او را یک مرد 38 ساله دزدیده است. نابالغ را 10 اکتبر بعد 2 روز گم شدنش از دوشنبه به رشت برگرداندند ولی تا امروز در اینترنت جماعتی نوآباد نگاه داشته می شود. یک نماینده دوستانی نویه رشت میگوید چنین تصمیم به خاطر آن گرفته شده است که دختر نابالغ میترسد از جانب پدر و مادر اذیت می شود. مادر دختر نابالغ در صحبت با رادیو آزادی گفت 10 روز می شود دخترش نه به مکتب رفته است و نه به خانه برمیگردد. گفته می شود مردی که در ربودن دختر نابالغ دست دارد در روسیه صاحب همسر و 2 فرزند می باشد. خبرگزاری های روسی می نویسند بیش از 200 شهروند ازبکستان با 130 ماشین در مرز روسیه و قزاقستان ولایت استراخان جمع شدند. قزاقستان بنابر پاندمی کرونا ویروسی نو ورود به مرز خود را طریق راه زمینی منع کرد. طبق یکی از فرضیه های مقامات ولایت استراخان، مهاجران بند مانده را دیده و دانسته درباره امکان عبور مرز قزاقستان با ماشین و رفتن به وطن فریب دادند، در حالی که می شود توسط پروازهای چارتری از مسکو، رستو و سنت پترزبورگ و طریق راه آهن در ولایت ولگوگراد به ازبکستان سفر کرد. به قول مقامات استراخان برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه 16 سند حقوقی ترتیب داده شده است. اکثریت آنهایی که در مرز درماندند در مسکو و دیگر شهرهای مرکزی روسیه در شرکت‌های تاکسی و ساختمانی کار می‌کردند. همین گونه طول ماه‌های اخیر مقامات تاجیکستان بارها از مهاجران تاجیک درخواست کردند برای رسیدن به وطن توکلی خود را توسط ماشین به راه ناندازند. با گذشت بیش از 7 ماه هنوز مرزها پوره باز نشدند و شهروندان درمانده طریق ریس‌های چارتری و با اجازه مخصوص به وطن برگردانده می‌شوند. سازمان جهانی مهاجرت در آسیای مرکزی گفته است که از اول پاندمی در بازگشت بیش از 3500 مهاجر درمانده به وطنشان کمک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به متخصص بلند مقامی حکومتش انتونی فاوچی در افتاده او را احمق نامید. او روز 19 اکتبر گفت که رئیس مرکز مبارزه با بیماری‌های سیریاتی در آمریکا توصیه‌های نادرستی برای مقابله با پاندمی کرونا ویروس دادند. او گفت آمریکایی‌ها از شنیدن فاوچی و همه این احمق‌ها و احمق‌هایی که نادرست می‌فهمند خسته شدند. دونالد ترامپ در این باره هنگام صحبت تلفنی با اعضای استاد انتخاباتیش سخن گفته و انتونی فاوچی رو یک مصیبت نامیده است. رئیس جمهوری آمریکا در این باره بعد از آن صحبت کرد که انتونی فاوچی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت از آن که کرونا ویروس به دونالد ترامپ سرایت کرد حیران نشده است، چون او یک مراسم بزرگ برگزار کرده بود که در آن آدمان زیاد نقاب طبی نداشتند و فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کردند. در عین صحبت تلفنی با اعضای استادش دونالد ترامپ اظهار باوری کرده است که در انتخابات روز 3 نوامبر پیروز می‌شود. او گفته است مرکه تبلیغاتیش فوق‌العاده خوب می‌گذرد. با وجود آنکه نظرسنجی ها نشان دادند دونالد ترامپ از نظر محبوبیت در بین مردم در بسیاری از ایالت‌های مهم آمریکا از رقیب دموکراتش جو بایدن عقب می‌ماند.
رئیس شهر مسکو گفته است که واکسین زنی عمومی به ضد کرونا ویروس نو در ماه دکامبر و ینور در این شهر آغاز می شود. سرگئی سابیانین در این باره روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی پایتخت روسیه خبر داده است، ولی نگفته است که کدام واکسین تصدیق شده را به مردم میگذرانند. ماه اوگوست روسیه واکسین اسپوتنیک وی را برای استفاده عمومی در قلمروی کشور اجازه داد و نخستین کشوری شد که واکسن به ضد کووید 19 را مورد بهره برداری قرار میدهد. اما دانشمندان و دایره‌های بین‌المللی علمی گفتند که واکسن مذکور درست و به طور ضروری آزمایش نشده است. روسیه بعد این واکسن دوم را هم برای استفاده عموم اجازه داد و روز 19 اکتبر به آزمایش واکسن سوم آغاز کرد. در روسیه بیشتر از 1,400,000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و کشور از نظر سرایت در جهان در مقام چهارم می باشد. عین زمان سرایت ویروس در روسیه مثل دیگر کشورهای جهان صورت گرفته است. در خوجند و نورک 2 نفری را دستگیر کردند که به قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی گمان بر میشوند. وزارت کارهای داخلی میگوید یک ساکن 30 ساله شهر خوجند هنگام در راه پیاده‌گردی نزدیک مغازه واقع در بازار پنجشنبه به فروش حسیب مشغول بودنش با مرد 38 ساله مناقشه کرده، با کردی در دستش بوده به گردنش و شکمش زده است. در نتیجه جبریده در بیمارخانه بستری کرده است. همچنین کارمندان پلیس مرد 35 ساله ساکن شهر نورک را بازداشت کردند که در پی جنجال با امک 52 سالش او را 4 مرتبه با کرد میزند. این مرد نیز به بیمارخانه انتقال یافته است. از روی هر دولت تفتیشات ادامه دارد. بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که خواستم برای شما بگویم. بگزارش روز شما را در برنامه خبری منتظر خواهیم بود در بخش مستقیم. بعد از 3 ساعت دیگر فراموش نکنید ما شما را منتظریم. روزی با براری داشته باشید. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهدار.